دنیا به قدری ارزشمند هست که اونو به حال خودش رها نمی‌کنن و مکان مناسبی هست برای بازی هایی که افراد دیگه‌ای این بازی ها رو هدایت میکنن. ما انسان های عادی هم چیزی جز بازیگران این بازی نیستیم. این طراحان بازی هستن که سناریو رو مینویسن. ما هم یا مطابق این سناریو بازی میکنیم و یا اینکه ما رو مجبور به پیروی از این سناریو میکنن. سناریست های اصلی این بازی بزرگ هم چند تا خانواده هستن که به طور مستقیم و یا غیر مستقیم توی زندگی ما دخالت میکنن. بیاین همگی با هم این خانواده های تاریک رو از زاویه‌ای دیگر بشناسیم. قبل از تماشای این ویدیو حتما عضو کانال بشید و دکمه زنگوله رو بزنید و با لایک کردن این ویدیو از ما حمایت کنید. خانواده لورد تو قرن 16 به آمریکا مهاجرت کردند و نقش‌های کلیدی تو حکومت ایالات متحده آمریکا داشتند. گفته میشه که خیلی از اعضای خانواده لورد عضو محفل جمجمه و استخوان هستند که این محفل از عقاید فراماسونری و ایلومیناتی تأثیر گرفته. این خانواده ذخیره ارزی کل دنیا رو تحت کنترل داره. خانواده لورد اسکناس هایی رو که خانواده بارون راکفلر چاپ میکنه با ارز معامله میکنه. وینستون لورد یکی از اعضای خانواده لورد بود که ریاست قبلی سازمان غیرانتفاعی که دیوید راکفلر بنیان کرده بود را به عهده داشت. خانواده لورد که تو هر نقطه‌ای از کشورهای دنیا حضور دارن، تو بازارهای جهانی ارز حرف اول رو میزنن. خانواده آستور که مؤسسه سلطنتی روابط بین المللی رو بنیان گذاری کردند. توی اسناد رسمی اسم این مؤسسه به عنوان یک مؤسسه خیریه ثبت شده که فعالیت‌های خیرخواهانه انجام میده، ولی کار اصلی این بنگاه چیز دیگه‌ای هست. این مؤسسه سیاست‌های حکومت رو مطابق با خواسته‌های خانواده‌های ثروتمند انگلیسی هدایت میکنه. یه جور کار واسطه‌گری و مشاوره انجام میده و همزمان با بورسی رودز که بنیانگذارش سسیل رودز هست همکاری نزدیکی داره. این بنیاد به اعطای بورس تحصیلی به رئیس جمهورهای ایالات متحده مثل کلینتون معروفه. زیر سایه این بورس که از طرف دانشگاه آکسفورد به دانشجویان داده میشه، تعیین میشه که برای تشکیل حکومت واحد جهانی چه آموزش‌هایی باید داده بشه. اونطوری که گفته میشه خانواده آستور بیشتر تو کار تجارت مواد مخدر هست و سرویس‌های اطلاعاتی مثل سیا و موساد به این خانواده کمک‌های زیادی میکنن. خانواده باندی تو قرن 16 به آمریکا مهاجرت کردند. این خانواده